ассалому алайкум, шунавандаҳои гиромӣ. ба таваҷҷӯҳи шумо идомаи силсила гуфтори хонишҳои бадеӣ аз рӯи рамани сегонаи нависандаи халқии Тоҷикистон Ҷалол Икромӣ, духтари Оташ, 12 дарвозаи Бухоро ва тахти Вожгон. шунавандагони арҷманд, акнун ба қироати қисми дуюми рамани сегонаи Ҷалол Икромӣ 12 дарвозаи Бухоро оғоз менамоем. ҳоло гуфтори 12-умро аз рӯи ин раман бишнавед. ровӣ Ализода Абдурашид Хоҷамқул. қисми 4. روزهای اول بخارای شریف با وجودی همه شرافتش، با همه مسجد و مدرسه هایش، با همه رسته و بازارهایش، با همه شکوه و جلالش که بی شبهه از خوقند بارها کلانتر و بارها با شکوه تر بود، به شاه مراد بیک و به زن او معقول نشد. لیکن دو پسری وی که مکتب خوان شده بودند از این سفر و از این مکانی نو بی حد شاد و ممنون بودند. امیر مظفر خواست که شاه مراد بیک جوان را به کار کشد و از جسارت و دلاوری او استفاده برد. لیکن وی با 100 بهانه عذر آورده از تکلیف امیر سر کشید. خدایار خان هم در این باب به وی گویا مدد رسانید. به امیر گفت که به حرمت خاطری وی به شاه مراد بیک کاردار نباشد، ماند که وی آسوده باشد. به هر حال امیر مظفر به شاه مراد بیک منصبی داد و راتفه‌ای معین کرد و هرگاه به دربار آمده ایستادن او را خواهش نمود. شاه مراد بیک در گذری عربان به یک حولی پادشاهی جا گرفته از روزهای اولی استقامتش چاه کنانیده آب برآورد و در پایان صوفه حولی بیرون و حولی درون گل و گلزار برپا کرد، تاک شینانده خوازه انگور برداشت و کمی هم باشد آن حولی را به حولی خوقند خود مانند کرد. روزها و هفته‌ها از حولی بیرون نمی برآمد. در دست کلند در گلزار کار می کرد، با ستیل آب می کشانید، تاک بری و گلبازی می کرد. وقتی که زنش به یاری او می شتابید، ممنونانه به وی نگاه کرده می گفت: به 4 گوشه دیواری خود به خاطر جمع، کسی نگوید اینجا نشین و آنجا رو. 1000 بار نکوتر به نزد دانایان، زی فر مملکتی کیقباد و کیخسرو. نباشد بخارا را نه نزنید دیه، می گفت زنش. اگر به خوقند روید باز خانتان به ارده می برد، باز مملکتی کیقباد و کیخسرو سر می شد. گپت درست، می گفت شاه مراد بیک. از همین جهت به من بخارا معقول، بعد مردم اینجا هم به من معقول شدند. آدمهای دانا بسیار، به زبان تاجیکی خودمان گپ می زنیم، گویا که راشدان همین جا باشد. انا همین طور شاه مراد بیک تقسبای راشدانی در بخارا مقیمی دایمی شد و از دربار خان خوقند تماما خلاص گشت. در دور امیر عبدالاحد پسرهای وی منصبهای میراخوری و املاکداری گرفته و تومنهای بخارا به کار رفتند. در حولی بسیار آزاده و بسیار خوشطرح و سبز و خرمی گذری عربان، شاه مراد بیک با زنش تنها ماندند. زنی او که بیکاری را دوست نمی داشت، 2-3 نفر دخترانی همسایه را آورده به آنها سبق می داد، کتاب می خواندند و بیگاهانی در روشنی لمپه دور پیلته کشیده دوخته ایستاده به شوهرش قصه های عشقی می گفت.
شاه مراد بیک 100 بار به خدا شکر می کرد که صاحب همین طور زنی به معنی شده است و می دانست که داشتن این طور زن، این طور رفیقه حیات خودش یک دنیاست. نه، می گفت وی، به من دیگر چیزی لازم نه. رزق و روزی را خدا می رساند. بچه ها کلان شده راه و رویش جای و مقام خودشان را یافتند. به من تو باشی و صحبتی تو کفایه. گفتان درست، می گفت زنک، لیکن آدم گریز شده تمام ترک دنیا کردن هم خوب نیست. می گویند که امیر عبدالاحد خودش شاعر است، شعر را دوست می دارد. مایلش گاه گاه بریکابش رفته خودتان نشان داده بیایید، بد نمی شود. بد می شود، گفت به طور قطعی مردک و خاموش ماند. زنک هم کشیده دخته ایستاده چند دقیقه خاموش ماند و بعد گفت: خجلت نام شاعر بوده است. کدام روز در یک بیاض یک بیت او را خواندم. می گوید که هیچ کس خجلت نصیبی داغی بی نفعی مباد. چتری شاهی گر نباشد سایه دیوار باش. من نه چتری شاهی شدن می خواهم نه سایه دیوار. من واله و شیدای تو هستم، همین بس. در بهار سال 1896 در عائله شاه مراد بیک باز یک فرزند دیگر، یک دختر پیدا شد که نام او را همراه خان ماندند. دختر نداشتی؟ گفت خرسندان شاه مراد بیک. همراه نداشتی؟ انا اکنون همراهناک شدی. خودت بر این زیبا، چشم و ابرویش از حالا کسه مفتون می کند. کدام عرب دوغی خود را ترش گفته است؟ گفت با تبسم زنک. شما هم دختری خودتان تعریف می کنید. نه، خودت یک نگاه کن، این پری دختر می شود. در حقیقت همراه خان پری دختر شده ماند. در سن 10 سالگیش هر کی او را بیند بی اختیار حیران شده می ماند. طبیعت گاها چنان سخی می شود، چنان اعجازها به میدان می آورد که کس گمان می کند گویا قصداً و مخصوصاً کرده شده باشد. نباشد چرا یک کس را اینقدر بدنما، اینقدر نفرت آوری خلق می کند که مردم قریب از او حذر می کنند و بعضاً کسی را چنان آرامی دهد، چنان به او حسن و ملاحت می بخشد که عقلها را واله، دلها را شیدا می گرداند. و وی همه زیبایی ها، همه حسن و ملاحت را یک بار می بخشد، هیچ چیز را دریغ نمی دارد و گویا بر اجسام دهر نشان دادن می خواهد که طرحی زیبا، حسنی نکو و ملاحت انسانی را چطور باید داد. اینک در خاندان شاه مراد بیک همین اعجازی طبیعت را دیدن ممکن شده ماند. شاید آب و هوای بخارا و محیط اینجا از مردمی فرغانه نژاد قصداً پری می رویاند. به هر حال همراه خان اعجازی طبیعت، سخاوتی آب و هوای بخارا و بخت و سعادتی پدر و مادرش بود. قدش موزون و در سن 10 سالگیش حتی نمایان بود که وی سرو قامت می شود. چشمی سیاه، دلفریب، جاذبه دار و نگاهش افسونکار، ابرو سیاه پیوسته و مثلی کمان که 100 سالها باز شاعران ابروی دلداری خود را همین طور تصویر کردند. دهان مثل غنچه، لبها تنوک، خصوصاً یک خالی سیاه که در کنج لب بالایش جا گرفته بود به حسنش حسن شده می ایستاد. شاعر
گویا به وصف حسن و جمال او این بیت را گفته است: پیش رویت دیگران صورتی بر دیوارند، نه چنین صورت و معنی که تو داری دارند. شعر سعدی. زنی شاه مراد بیک به دخترش تعلیم داده در اندک مدت او را باسواد کرد. همراه خان به مادری خود تقلید کرده به شعر و سرود داده شد. آواز فارم و دلنشین او دوگانه هایش را لال می کرد. شعردانی و نکته سنجی او حتی کلان سالان را گرنگ می کرد. همیشه در صحبتی دوگانه ها بغیر از بیت برک، سرودخوانی و قصه گویی دیگر شغل نبود. همراه خان که دختری ایرکه بود، از چیزی کمبودی نداشت و کسی به او سخنی سختی گفته نمی توانست. هم پدر و هم مادر او را نازکانه با لطف و نوازش و سخنهای نرم تربیه می کردند و به بالای وی 7 لرز بودند. وقتی که سن همراه خان به 12 رسید، یک روز شاه مراد بیک از بیرون به حولی درون به خانه دخترش در آمده دید که وی گریه کرده خوابیده است. پدر حیران و سراسیمه شد، دست و پا گم کرد. همراه خان گفت وی، به تو چی شد؟ برای چه گریه می کنی؟ همراه خان به جای جواب باز سخت تر گریست. واهمه پدر باز افزود: گپ زن، دل من نخراش. گفت وی: چه حادثه روی داد؟ مادرت کنی؟ حمام رفتند. گفت گریه آلود همراه خان: برای همین هم گریه می؟ نه، مثل بچه ها پایک زد همراه خان و از پدرش رنجیده پشتش را گردانید. خیر، چه به گریه می کنی فهمان؟ همراه خان مدتی حق حق کنان گریست و بعد از جا برخاسته نشسته و آبهای چشمش را پاک کرده بروی پدرش تبسم کرد. لیلی مرد. کی مرد؟ کدام لیلی؟ باز حیرانتر شد شاه مراد بیک. لیلی دیه، گفت باز سخت کرده همراه خان، محبوبه مجنون. وی خم شده از روی بالشت کتابی را که افتاده خواب می کرد به دست گرفت. شاه مراد بیک به معنای سخن دخترش پی برده اول آهسته و بعد قاه قاه خندید. ای اله زنده باش دیه، گفت وی نهایت از خنده خودداری کرده. کس برای همین هم گریه می کند می؟ وی یک قصه و افسانه دیه به تأثیر برایت گفته همین خیل می نویسند. این کدام لیلی و مجنون؟ نوایی می؟ ها، نظامی؟ نقص. نظامی خیلی به تأثیر می نویسد. در وقتش مادرت هم گریسته کتاب می خواند، خصوصا نظامی را. لیلی سری زلف شانه می کرد، مجنون دوری اشک دانه می کرد. ها، گفت با سرزنش به پدرش خطاب کرده همراه خان، شما جای نغزش می گویید، انا این جاهایش را خوانید، گریه نکردن نمی مانید. وی کتاب را ورق زده یک صحیفه را به پدرش نشان داد. شاه مراد بیک کتاب را گرفته دید که دخترش به مادر وصیت کردن لیلی را به او نشان می دهد. ای مادری مهربان چه تدبیر، کاهو بر زهر خورده با شیر. بس گفت از دستی پدرش
کتاب را گرفته همراه خواند: باز می خواهید که گریه کنم؟ این دفعه پدر به چشم آب گرفت. این آبی دیده از تأثیر خواندن نظامی نبود. این آبی دیده از شادی بود. این اشکی شادی بود. بله، همراه خان عیناً مادرش بر این شده ایستاده است. شعردانی، حساسی، نازک سنجی و نازک ادایی، همه‌اش به مادرش مانند. به خدای پاک، به ایزیدی لم یزل 100 بار شکر، گفت به دلش شاه مراد بیگ و دخترش را با مهر و محبت در آغوش گرفته از رخسارهای تفسان و اشکالود او بوسه ها گرفت. خوش، گفت شاه مراد بیگ چیزی را به خاطر آورده. این گپ ها را مان و از توی گپ زد. کدام توی؟ توی گهواره بندانی جیانت دیه؟ گفت شاه مراد بیگ خرسندانه. توی جیانچه پیرمستیت. براستی توی می شود، گفت یک باره شادی کنان همراه خان. سازنده ها خوب بزم می کردگیند. من نقص می بینم. نصیب آنید گفت که سازندهی تلا می شود، سازندهی کرکی می شود. بعد گویا که خودی انبری اشک هم می آمده است. انبری اشک وی کی بوده است؟ انبری اشک یا که خال انبر از سازنده های بالای ارک، از مقربانی پاشا بیبی و آیین پاشاها به شمار می رفت. وی زنی بود قد بلند، موزون قامت، گندمگون، بادام قواق، چشم و ابرو سیاه، روی دراز و گزگوشت. او را زنی به حسن و جمالی پری رخسار گفتن ممکن نبود، لیکن بدنما هم نبود. ستاره گرم و جاذبناک بود. در دیدن اول به کس معقول می شد و گمان می کردید که او را پیشتر هم در کجای دیده اید یا که با وی شناس هستید. همین که با تبسم به شیرین زبانی سخنی چند گفت، تمام مفتون او می شدید. آوازی بلندی روغنی داشت. اگر سرایت بسیار فارم می سرود، دایره می زد، رقص می کرد. در بابی صنعت به قولی کهنه ها تای نداشت. خصوصا در ایام جوانیش سیر حرکت به غیرت و دست و پاناک بود. چله سوادی داشت. از بیازها شعرهایی به خودش در کاری را خوانده زود از یاد می کرد، یا که از کسی چیزی را شنود تقریبا در یک شنیدن از بر می کرد و بعد آن شعر را به سرود ماس کرده با آهنگ و ترانه می سرود. چقچقی بود. سخنهای خوب می گفت. ضرب المثل و مقالهای بسیاری را می دانست. به هر دوره‌ای که وی حاضر باشد خاموشی و سکونت از آنجا دور می شد. حکایه‌ای می گفت، هزلی می کرد، تمثیلی را بیان کرده شنوندگانش را می خنداند و خودش هم شاد می شد. زنی بود خیرخواهی همه، تا می توانست حاجت براری می کرد. بی غرض بود ولی گویا تقدیر نخواست که وی ملائکه صفت تا به آخر عمرش مقبول همه باشد، کسی از وی شکایت نکند. او را به بالای ارگ کشیدند و به نام پاکش صفتهای تیره و لقب آلود چسباندند. انبری اشک زنی مردی قشاقی بود. خدمتی این و آن را کرده آسوده روز می گذرانید.
باری در توی همسایه سازنده ها پسند نکرده نآمدند. مردم زنها جمع شدگی، ولی بی سازنده تویخانه به تویخانه مانند نبود. انبر که کیلینچکی شوخ و سیر حرکت بود، در آن توی خدمت کرده می گشت. از برای ناآمدنی سازنده ها ملول و مایوس شدنی صاحبی توی را دیده، زود دوگانه هایش را جیغ زد و به دست آنها دایره داد و خودش کرته شاهی یکی را، سربندی فرنگی دیگری را به عاریت گرفته غزلخوانان به رقص درآمد و چنان رقص و بازی کرد، چنان نغمه و اصولها کرد و چنان سرودها سرایید که همه حیران شدند و بسیاری ها شاد بودند که خیریت سازنده ها نآمدند و خود انبر هنرنمایی کرد. بعد از این کیوانی گذر او را و دوگانه هایش را به چندین تویها خبر کرده برده به رقص در آورد و با همین آهسته آهسته نام و آوازه سازنده نو برآمد انبرخان به شهر پهن شد. بایزنها و خاندانهای کلان شونده ها او را خبر کردند و تا رفت به همه معقول شدن گرفت. کسب سازندگی به خود انبر هم معقول بود، لیکن به خانه روزگارش درست نگاه کردن نمی توانست. آوازه او چنان پهن شد که همه می خواستند به توی خود انبر را جیغ زنند. از بس که یک دندانی پیشش کمتر از لبش برآمده می ایستاد، کدام یک ظریفه به او لقب اشک را داد و با همین انبری اشک شده ماند. آن وقتها در بخارا به سازنده ها، به آیم الله ها، به بیبی خلیفه ها و به آدمانی مشهور البته یگان لقب می دادند و با همین آنها را از یکدیگر فرق می کردند. انبری اشک هم لقب خود را فهمیده چندان نرنجید، حتی خودش هم گفتن گرفت. وقتا که انبر با دعوتی بالایی ها به ارده امیر رفت، از خودی بزم اول به پاشاخان ها و پاشا بیبی ها معقول شد. آهسته آهسته انبری اشک، یکی از مقربانی مادری امیر، آدمی خاصی پاشا بیبی گشت و به پایان به تویهای فقرا کمتر می فرامدگی شده ماند. رفت و اگر فرامده ماند هم، یک قسمی مردم از وی می ترسیدگی شده ماندند. در بین مردم آوازه پهن شده رفت که انبری اشک وظیفه دختریابی امیر را اجرا می کند. لیکن در حقیقت این نادرست بود. وی این کار را به هیچ وجه نمی کرد و کردنی هم نبود. فقط یک بار واقعه روی داد و وی مجبور شد که دختری سرکرده را نوشته دهد و بعد از آن به این کار شغل نکرد. واقعه همین طور شده بود. در ایام اولی به ارده کشیده شدنش، در آخرهای سلطنت عبدالاحد، باری در حولی یکی از سرکرده های سپاهی معتبر امیر توی کلتچه پوشانی یکته و یگانه دختری آن خاندان برپا می شود. از بس که آن وقت انبری اشک مشهور شده بود، دختر می خواهد که به تویش البته انبری اشک باشد. بنابراین به انبری اشک کس می فرستانند، اما وی قبول نمی کند. عذر گفته بهانه می آورد. لیکن دختر دو پایش را به یک موزه جای کرده حاشا انبری اشک می گوید و توی خانه را به سرش می بردارد. در آن حال خودی سرکرده مجبور می شود که به بالای ارگ برآمده به ایشان بیبی مادری امیر عرض کند. مادری امیر انبری اشک را جیغ زده کاهش می کند
و امر می دهد که به حولی سرکرده رود و توی آنها را آباد کند. عنبری اشک گریسته ایستاده به ایشان بیبی تعظیم می کند و زمین بوسیده فرمانبرداری خود را بیان می کند. وقتی که وی با 2 نفر دایر زنهای خود برای به توی رفتن تیاری می دید، یکی از آنها پرسید: کیلین، ها کیلین، چی به اول به این توی رفتن نخواستی؟ الهی تویش به عزا گردد، گفت عنبر. من اگر دست آن می داشتم این خیل سرکرده ها را به دار می کشیدم. چی به گفتند هر 2 دایر زن یک باره. پسری همسایه ما را زورن و ظلمن به سربازی کشید. مادری بچه کسی نداشت، از غم و غصه و بینوایی مرد. خانه اشان پادشاهی شد. الهی خانه این خونخوار گورش شود. من اصلا نمی خواستم به تویش روم، لیکن چی کار کنم که خودم بیچاره هستم. خیر، خدا جزایش را می دهد، غم نخورید. خفه نشوید کیلین، سازندگی هستیم، به هر جا رفتن می گیریم، خواه توی زاریم خواه توی مظلوم. بله گفت عنبر و فرنجی را به سر گرفت. در تویخانه آنها را با خرسندی و مهمان نوازی پیشواز گرفتند. در خانه کلانی بالای صوفه مهمانها پر بودند. همه زنهای کلان شونده ها و کذاها، همه بایزنها و اولاد سپاهان بودند. عنبری اشک با دایر دستهایش به پایان خامنه نشسته صاحبان توی را مبارکباد کرد و بعد از دهان شیرین کرده نفس راست گرفتن 1 پیت بزم کرده داد. همه از رقص و سرود و صنعت او به شوق آمده بودند. لیکن در آخری بزم وقتی که وی در میان جای خانه راست ایستاده موشح خوانی می کرد، دختری صاحب خانه که این توی کلتچه پوشانی او بود از نزد دوگانه هایش آمده به خانه در آمد و در برابر دیدن عنبری اشک قهقه زنان خندید و بلند و بر هوا گفت: ای بی عنبری اشکش همین می، دندانی اشکش کنی. عنبر شعر خوانده ایستادگیش را در نیمی سطر از میان برید و خاموش شد و با چشمانی پر از قهر و غضب بر روی دختری شطاح و بی‌معنی نگران ماند. مادری دختر که در دهلیز بود دویده به خانه در آمد و خواست که دخترش را کشیده برآرد، لیکن دختر به او تن نداد. بچیت اینقدر می نازی؟ گفت وی با تمسخر و تحقیر بر روی عنبر نگران. به همین دندان اشک و روی درازت می؟ بیچاره ددیم از پست خیسته رفتند. های پاشا دختر، می گفتند کیوانی ها. دم شو بیروی، می گفت مادری دختر. ای رویش خوش شود، می گفت خاله دختر. اما بسیاری ها می خندیدند و دختری شطاح را معقول می دانستند. عنبری اشک خود را به دست گرفت و غضب را فرو نشاند و با تبسمی زهرین گفت: دندانی اشک و روی درازم کتی من سازنده شدم پاشا دختر، به خدا 100 بار شکر می کنم. لیکن با این حسن و ملاحت و با این طرز گفتار من باوری دارم که شما لایق امیر، لایق خود جناب عالی می شوید. شکر کنید. وای مرم، این طور نگویید خالیش،
گفت مادری دختر. خواننگی ها همه یک باره خاموش شدند و لب از خنده بستند. در آن حال عنبری اشک با سرفرازی به پایان خانه رفت و سربندش را گرفت و با همراهی دایر زنها از خانه بیرون شد. шунавандаҳои азиз, шумо гуфтори 12-ро аз рӯи романи 12 дарвозаи Бухорои нависандаи халқии Тоҷикистон Ҷалол Икромӣ дар қироати Ализода Абдурашид Хуҷампул шунидед. Коргардон Шералӣ Нағзалӣ, садобардор Карим Толибов. поёни гуфтор аз силсилаи хониши бадеӣ. шод бошед.